همکار محترم من، تو هم از این قاعده مستثنا نیستی. اما اگر سوادتو در زمینه مارکتینگ بالا ببری و قوانین کاملش رو مطالعه کنی و اشراف پیدا بکنی، دیگه برای چندرغاز باورهای مردم رو نمیریزی داخل هونگ و با باورهای مردم بازی نمی کنی، با اموال مردم شوخی نمی کنی و سکویی که داری سوء استفاده نمی کنی، فقط به خاطر اون ان میلیون تومانی که اون کمپانی یا اون برند به تو پیشنهاد میده. بله حق توئه، تو چهره هستی، بین مردم محبوبی، مردم حرف تو قبول دارن. این جمله منو دقت کن، مردم حرف تو رو قبول دارن، حتی اگر روز باشه بگی شبه مردم میپذیرن. اما تو در مورد کارت چقدر تخصص داری؟ چقدر با دنیای تبلیغات آشنا هستی؟ وجدان کاریت رو چقدر ازش استفاده میکنی؟ میگن کوروش کمپانی، ولی ما میگیم کوروش فراری. کوروش کمپانی چیه؟ اسم کمپانی هم خراب میکنی و پولای خوبی هم سلبریتی ها گرفتن بابت تبلیغ. کدوم آدم عاقلی میپذیره که وقتی قیمت مثلا این تخت شاسی مثلا مثبت انه، مثلا شما بیاید بگید که نه این تخت شاسی رو میخواد منفی ان بده؟ اصلا به عقلتون بندازین، این همچین چیزی واقعا مسخره بود. شما چرا زیر بار رفتی خانم یا آقای هنرمند؟ در واقع تنها توجهشون به جیب خودشون بوده. مسلمه. از 2 روز پیش یه سری سلبریتی اومدن عذرخواهی کردن. مثلا خانم الهام حمیدی، یکی دو تا هم نه، چندین استوری رفته و گفته که منم فریب کوروش کمپانی رو خوردم و حتما پیگیری قانونی میکنم. خانم حمیدی، من نمیتونم اینو از شما بپذیرم. شما به هر حال سالهای سال دارین کار میکنین، در عرصه‌های دیگه هم تبلیغات من دیدم جسته گریخته انجام میدین، حالا خیلی حرفه‌ای نه ولی انجام میدین. از شما دیگه خیلی بعیده که بعد از این همه سال کسبت در کار و هنرمندی بخواید بگین من گول خوردم. یعنی اینو که میگی یعنی دیگه تعطیله دیگه. من نگران شما میشم. اما یا با این حرفاتون میتونین مال از دست رفته مال باختگان رو خانم حمیدی بهش برگردونین. حالا شما مثلا پولشو داری وکیلم میگیری، خیلی از مال باخته‌ها پول گرفتن وکیلم ندارن و موافقی که چند تا وکیلم برای مال باخته‌ها بگیری، چون تو اونا رو تو این مسیر انداختی دیگه، تو تشویقشون کردی، گفتیم بیاین من رفتم شما هم بیاین. عذرخواهی میکنم از همکارم، قرار رک صحبت میکنم، اما واقعا با اعتماد بیجایی که شما به کمپانی کوروش فراری داشتین و مردم هم به شما داشتن، باعث شدین که مشتریای زیادی در واقع ضرر ببینن. و خانم حمیدی، همکاران محترم و خیلی از بازیگرای دیگه که عذرخواهی کردین، با عذرخواهی شما کاری درست نمیشه. روزی که این 100 میلیون خانم فلانی آقای فلانی تو حسابتون میومد، فکر اینجاشون باید میکردین و باید پاسخگو باشید. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به اتهام سلبریتی ها که برای کوروش فراری یا همون کوروش کمپانی تبلیغ کردن رسیدگی میکنن. اینطوری هم نیست جانا که بیای 2 تا استوری بری بگی معذرت میخوام.